آهای اهالی فینیتو، این شما و این تصویر سرتشتک فینیتو، قاس قاس جان من، سردار دلها جیگول میگولی خودم. ریس ریس پرده رو بزن کنار. یاد خدا ما که کتلت شدیم رفت، اما باش خوب هوامونو داری، عکسمونو میچسبونی. قاس قاس جون ناراحت نباشین که چیزی نیست، انتقامتم میگیرم، بد جوری هم میگیرم. چی؟ جدی میگی؟ بله کت خدا، هوا پس می باشندی. ریس ریس روی قاب عکس را همی بپوشان. یاد خدا چی شد؟ تو که میخواستی انتقام ما را بگیری. هیس صداشو در نیار، هوا پس می باشندی، این نرمش قهرمانانه می باشندی. فعلا برو، بعد یه حال اساسی بهت میدهمندی. ای جان من، اوه اوه، ریس ریس قاب عکسو بردار ببر، هوا پسه. کت خدا کجا ببرم؟ من چه میدونم، یه جهنم در ری ببر، مگه نمیبینی هوا پس می باشندی؟ کت خدا نخواستیم انتقاممونو بگیری، لااقل دیگه عکسمونو نبر. چیزی نیست قاس قاس جان، مشکل دیپلماتیک می باشندی، این دیپلماسی ریس ریس می باشندی. ای تفت و گور ریس ریس با این دیپلماسیش، تو که گفتی ما سردار دلهاییم، حالا شدیم مشکل دیپلماتیک. چقدر حرف میزنی تو، ریس ریس سرشو بگیر بابا. کت خدا دیپلماسی تو بذار در کوزه آبشو بخور، قاس قاس که سهله، خودت هم کتلت شدی.